گل چینانیم ای دوست، بهار آمده را احترام باید کرد. با آفتاب نوروز چشم بر چشم و دست به دست، بلکه نور بر نور و جان به جان سلام باید کرد. اگرچه شادی عفیف جوانی به شادباد دل ما و تو دوباره نمی آید، بار دیگر به زندگی دوام باید کرد. بهار فرخنده پی در رسید. در این ایام خرمی باید مثل بلبل نغمه پردازی کنیم. هر لحظه را غنیمت شماریم، همدیگر را بشنویم و از این زیبایی و شکوفایی لذت ببریم. بهار را شبیه مادران و بانوان زیبا سرشت می گویند. اگر بهار ابتدا و احیای طبیعت باشد، پس مادران ابتدای هستی آدمی اند. ما گروه ایجادی برنامه ساعت دیدار به شهر اسفره آمدیم و از این شهر باستانی نور به نور و جان به جان شما را درود و سلام می‌فرستیم عزیزان. آمدیم تا برایتان قصه شکرانه بهارآلوده بگوییم از سرگذشت یک نفر مادر مهرآیین، زنی پرهنر، انسانی سراپا محبت و نزاکت. می‌خواهیم نفری را برایتان معرفی سازیم که هستیش، وجودش، تمامی بود و نبودش ایجاد و آفرینش است. اصلاً این بانوی هنر به معرفی احتیاج ندارد. شاید تمام مردم تاجیک از صنعت والای و استعداد ناتکرارش برخوردارند. اگر امروز از نکهت 80مین بهار عمرش مشام خیش معطر می سازد، همانا پی کار و پیکار است. دلش بحر ملت، بحر هنر و بحر صنعت تاجیک می تپد. گوهر میرجمایوا 7 نوامبر سال 1942 در شهر خوجند چشم به عالم هستی گشوده است. مکتب میانه رقم 5 شهر خوجند را با بهای خوب و اعلی ختم کرده، سپس به تئاتر مسحکه موسیقی به نام پوشکین، امروزه به نام کمال خوجندی به کار آمده است. سال 1964 به انسامبل دولتی لاله پایتخت کشورمان دعوت شده است. در یک وقت در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده تحصیل کرده، آن را با موفقیت سال 1979 با اختصاص کارگردان ختم کرده است. از سال 1979 تا سال 1982 همچون سررژیسور و بعدتر سربالتمیستر در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار و ایجاد کرده است. سالهای 1982 1985 همچون رهبر انسامبل فیروزه نزد قصر اتفاقهای کسبه تاجیکستان فعالیت برده است. بعداً سالهای 1985 1992 در انسامبل اتنوگرافی فولکلوری گنجینه نزد فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به کار دعوت شده است. سالهای 1994 2005 به حیث رهبر انسامبل رقصی سیدان و سپس در انسامبل آوازدار لاله همچون رهبر بدیعی فعالیت خود را ادامه داده است. از سال 2005 تا به امروز رهبری انسامبل زمرد شهر اسفره را به عهده دارد. گوهر میرجمایوا همسر کارگردان معروف تاجیک عبدالرحیم قدوسوف بوده صاحب یک پسر است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان، لوریات فستیوال 6 عمومی جهانی جوانان و دانشجویان می باشد. در اسفره گوهر میرجمایوا را در کتابخانه مرکزی شهر در احاطه مخلصانش، دوستداران صنعت و ادبیات دریافتیم.
اینجا با حاضرین صحبتی گرم و صمیمی داشتند و هر یکی از اشتراکداران می‌خواست بیشتر از پیشتر درباره این هنرمند بی‌نظیر تاجیک معلومات پیدا نماید. صحبتشان خیلی گوارا بود. ما انتظارشان بودیم. قهرمان ما به این دیداربینی با ارمغانی آمده اند. برای دوستداران کتاب و کتابخانه به این مکان معرفتی 50 عدد کتاب‌های خواندنی هدیه نمودند که اشتراکداران این تدبیر اقدام مذکور را خیلی خوش پذیرفتند. گوهر میرجمایوا بعد انجام ملاقات در کتابخانه سوی کارگاهش قصر فرهنگ شهر اسفره به مشق نوبتی با شاگردانش آمد. اینجا او را بیش از 20 نفر گل دختران انتظاری داشتند. همگان به جشن‌های ملی قریب الوقوع آمادگی می گرفتند. گوهر میرجمایوا آمد و مشق آن روز نیز آغاز شد. با یک طرز درست گذاشتن دست، به نفری دیگر چرخیدند، به سیومی نازکانه پا گذاشتند و عموماً تمام سیر و اسرار رقص تاجیک را برایشان افشا می نمود. ما هم اندکی به مشق آنها توجه نمودیم. گوهر میرجمایوا ما را دیر انتظار نکرد. بعد کمی به شاگردانش وظیفه ها را خوب فهمانید و ما را سوی خانه اش برد. اینجا ما با او صحبت آغاز کردیم. معلم عزیز، شما شخصی هستید که تمام عمر عزیزتون را به صنعت، به کسب دوست داشته‌تان بخشیده اید و محض همین هنری والا بود که امروز شما میان مردم صاحب آبرو و صاحب احترام هستید. خب بیایید صحبت را از زمان کودکیتان آغاز میکنیم و میخواهیم دانیم که همین لحظه زیبای عمر شما در کجا و چگونه گذشته است؟ وقتی من صنفی 6 میخوندم، مکتب رقم 5 به نام 20 سالی تاجیکستان، شهری اون وقت لرناباد بود، حاضر خوجند. من گروه روسی میخوندم. همون دورا فیلم های هندو بسیار مشهور شده بود. همصنفی من ولادی ویلکوف گفتگی بچه‌ک بیان داشت. همین بیانش رو گرفته ما درسی изобразительное искусство و پینیا میخواد درس داشتیم. همین فقط آهنگ هندو مینواخت. خیلی ما اکن از اکران دیده ایچگی دانا گفته رقص میکردیم. یک روز در یک صنف ما کشاده شد و دیرکتر مکتب در آمده، ما همه شوق شدیم. گفتن که بچه جانا فستیوال عمومی جهانی جوانان و استودنتان در شهر مسکو میشود است. گفتن که هر یک مکتب از بین اشتراکچی پیشنهاد کند. گفتن من با گفتن که من همین گوهر رو ولادیا مینواخته است و این رقص میکرده است. هر دو آبروی مکتب برآمد میکنید. رحمت مادرم از داکه ها کیمچی اکن صورتش دیده لباس هندو دختم من با. باقی شهر خوجندنده یکم آزمون سر شد. همه آزمون من برآمد رقص هندو کردم، جای یکم گرفتم. لاوریت شدم. من پیشنهاد کردم دوشنبه با. دوشنبه آمدیم، دوشنبه برآمد کردیم. اینجا بایم بسیار
обрӯи калон пайдо карда. раҳмати устоди ман ғафор баламазода барои Москва сюити калони тантанаи Тоҷикистон расмонсодиан мана ҳамроҳ карда. ҳоле суратам ҳай. рафтим Москва, фестивалҳое гузарондем, гаштем, омадем. пахта ба мои гусел кардан. пахтачинӣ буд ку. як рӯз камака шӯх будиям дия, а пахта гурехтем. ту сета духтарако. ҳамин пайшанбе омада ҳам ту амошин фурӯем як мардак ту гавҳара ҳагум ҷурман қати. бовар кутам ма ҳайол кардам ки а пахта гурехтагим ба мана ҳозир милисахона мебарану ҷанг мекунам гуфтам. мана рост овардан театр ба. он вақтан театри Пушкин пайшанбенда буд, театри кӯна. мана дарони театр ба даровардан, зал ба даровардан ки саҳнанда устоз Азиза Азимова духтароба рақси аз кинофилми ман бо духтари вохӯрдама ёддост додиян. баъд ҳамон мардак директори театр будиян, фамилияшо Айбҷонов. гуфтан ки дидими? ман гуфтам ҳа. диди чӣ хел хушрӯй? ҳа, ҷои ту анаминҷа. мо туя бояд ки театр ба бирем. ман гуфтам чӣ хел театр ба мегиред? ман дадом бувам ма апахта гурехтагӣ. ҷур гуфта якта заявление навист. дароварда худашон дасташон заявление навистоду ман подпис мондам. баъд хонам ҳам сеткама бардошта омадам. буваҷон, ман артистка шудам, дод бедод. баъд бувам нигоҳ кардам, гуфтан ки ту дегмояда пахтачинӣ будию чӣ хел кард ту артист шудӣ? баъд ман нақл кардам ки намихел ҳодиса шуду мана кор бигирифтам. бегони падарам раҳмати омадан гуфтан ки не. мана орзум ки ту прокурор шавӣ. ту чӣ артист мешӣ? намерӣ. хай намондан. бо ҳамон пахтава бирафта. пахтава ҳамон директори театр омада бо мана гашта овардан. вақтанда райком партия, гарком партия буд ку. падарама ҷиғ задиян, ҳамсӯҳбат шудиян, розигишони гирифтиян, гуфтиян ки монед рақс кунад. мо монигӣ намекунем, ҳам мактаб мехонаду ҳам рақс мекунад. хай ман мактабам хондам, рақс кардам дар театр. خب معلمه این لحظه خاطره های شیرین ترینی از همان لحظه های جوانیتون را به خاطر آوردید و تا این دم ما میخواستیم دانیم که کی احساس کردید که در خردی شما به همین رقص میل و رغبت دارید و همین کسب را پیشه خود انتخاب کردید. من چطور که حاضر گفتم از خوردی، از آوان خوردی تا صنف هفته من دست برداشت نبودم، رقص نکرده بودم. یعنی همین فستیوال همون فستیوال شدو من دیدم چقدر جهان مردمش رقص میکند، چقدر جوانان رقص میکنند. یک بار شوقم پیدا شد. یعنی از آن استعدادی که شما داشته تا صنف هفتم خبر نداشت؟ خبر نداشتم که من همین استعداد دارم. من خودم بیخبر بودم. یعنی من از همین فستیوال حیات شما پورا تغییر داد. بله. خب معلمه چنانه که خود شما گفتید در زمان شما مثلا رقاصه شدن یا خود صنعت رقص را انتخاب کردن یک نم دشوارتر و مشکلتر بود. در نظر داریم اون را که بعضا والدین نمیخواستند، بعضا اطرافیان این چیز را آنقدر خوش نمیپذیرفتند. خب میخواستیم دانیم که همین در میان این گیرودارها و مانعه ها شما چگونه توانستید که به هدف رسید، یعنی به مقصدتان نائل شوید؟ من چطور که گفتم اول که پدرم تماما ضد بودن، نمیخواستن. من همیز گیره کنم، ناله کنم، میگفتن که نه. یکمش که تو دختر چشم مینما، دویمش تو مکتب علاچی، تو مکتبت دان، خواندنت دان. بعد آچه کلانم اتاشکان آمدن، تغام آمدن. بعد همشان شدن و تغام گفتن که پاچا. من با یک روز گفتن که همیخه گوهر رقص کرساز.
بعد فهمیدم که داداش نمانساز دادای گوهر پاچای ما شما کو مونت همین دختر رقص کند تو مکتب توم کردش رقص کرده گرده چه حسنش با خدا پاشا میگن همین تقام و رحمت میگم اوچم و رحمت میگم که انهمی ها رحی منو کشادن یعنی سبب شدن همین سبب شد. خب انا همین در جاده رقص معلومه شما کی را استاد خود میحسابید و ایدئال خود میدانستید و اون کس پیروی میکردید و آرزو میکردید که به همون نفر مانند شوید ایدئالی من مکرمه ترغنبایوا بودم و یا راهبر انسامبل بهار بودم وقتی که تاشکند میرفتم و یا میگفتن که تو نیم تاشکندی مادری من تاشکندی پدرم خوجندی همه خیشه اقربا هم میجنده بیا من توی بهار با گیرم دست خودم به تو کلام میشه میگفتم که نه من نمیمانم اینجا خوجم با رمزه بکاو گفتگی بالت میستر بودن بعد زوی دوباگیچکا گفتگی بالت میستر بودن انا همین دو نفر دست پای من راست کردن صنعت والای بلند خریگرافی انا هر دو همینا من با آموختن خب معلمه اینجا ما آگاه شدیم که مثلا اولین نمونه های فعالیت شما در صحنه های هوسمندی صورت گرفتن اما این لحظه میخوایم دانیم که اولین رقص شما در صحنه کسبی کی بود و تا چی اندازه انا همین رقص شما در خاطرتان مونده است وقتی تئاتر با من کار سر کردم سپیکتاکل نورخان بود باید سپیکتاکل با همه صحنه کشاده میشد و گویا که نورخان با دوگانه هاش باغ با دمگیری میآید انا همون جبا یکم من رقص کرده میبرامدم انا همون رقص یکم همون وقتا من 16 ساله بودم تا حاضر یادم به هستم رقصم یعنی اولین رقص شما در صحنه کسبی بود بله یکمی همین سپیکتاکل نورخان با هم رقص کردگیم یادم به هست میتوانم حاضر خسته رقص کردیم سلامت باشید یگان مکتبی عالی را گذشته اید یگان مکتبی هنری را خوانده اید و عموما از مکتبی کدام استادان بزرگ گذشته اید بجز آن که اینجا نامبر کردید رمز بکال را و باز یک نفر دیگر را من در دوشنبه بسیار مکتبی بلندی استاد غفار ولامزاده گذاشتم و یا من سال 64 وقتی که نو انسامبل لالا تشکیل میکردم یکمین منو گرفتن من همین انسامبل لالا با یک گروه ما ستاره های رقص تاجیک ملکه قلندرова شرافت رشیدова حلیمه ارکایова خاصیت بویова اینا همشون لاوریات مکافات دولتی همشون عنوان دارن جهان با رقص تاجیک مشغول کرده که انامین استاد ما با هزارها رحمت میگوییم ما توانستن درجه عالی پروفسور یافتیم بله این زن متین از راه منتخبش پس نگشت از دشواری ها نهراسید به خود قول قطعی و کامل داد که صنعت رقص ملی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید زحمتهایش هم ضایع نرفتند نخل آرزوهایش ثمر آورد معلمه بعد از اون که مثلا شما به صحنه رقص کسبی آمده و دنیای صنعت وارد شده اولین فعالیتتون رو در کدام مؤسسه های فرهنگی آغاز کرده؟ سال 64 مناسبت 40 سالگی دستیابی ریسپوبلیک تاجیکستان منو جوابک مرادفا دوشنبه گرفته رفتن این بود پریکازی سویت وزیران خطی وقتی که ما دوشنبه آوردن من به خانه دادن جوربک به خانه دادن فیلارمونیا با ما کار با ماندن
ما یک بار تیاری دیدیم رفتیم مسکو با 40 سالگی تاجیکستان قید کردیم. من و جوربک گروهی شایسته ملاجان و داخل کردن و 3 ماه روسیه و گاسترول بگسل کردن. انا همین 3 ماه گشتیم آمدیم. باور کنید اگر کاری من چمدان بداری و شهر بشر گشتن. نه خانه فهمیدم و نه در فهمیدم و نه شوهر و نه فرزنده. عمری ما ارتیستا بیشتر گاسترول بود. اون دوران سفر بود. امروز اگر انا همون دوران اولین فعالیتتون رو به خاطر آورید، اگر یگان لحظه هست می که عینی حال چون ویدیوی خاطره ها یاد میکنید، کدام لحظه بهترین از همین دوره جوانی در خاطرتان مانده است؟ سال 1964 وقتی تئاتر به نام کمال خواجند کشادن، همون وقت نو اخشایدکو گفتگی سرودی توکل قادر پیدا شده بود. این سروده جوربک نبیف میخواند و من بروم در رقص میکردم. انا همون رقص، انا همون سرود همین خیلی من با تکون داد که آینده با بیشتر، با خوشرویتر، با زیباتر رقص های یافته رقص کنم و خلق داند که رقاصه انا میخیل میشد. تا جای میدانیم شما با جز آنکه رقاصه معروف هستید، اینچنین در تئاتر پوشکین حاضره کمال خوجنده نقش هم آفریده اید. بله. خب در این باره فعالیتتان میخواهیم دانیم. بچه‌ویر گفتگی رژیسور را دعوت کردم. اون کس دختر خالا نام سپیکتاکل ماندن. در وقت سپیکتاکل من با شادروان بای محمد نیازف قطعه هر دما رول اساسی بازی میکردیم. بعد وقتی سپیکتاکل عاشق غریب و شاخسانه ماندن، من بر رول خواهر غریب قمره سپاریدن. یک چیزی عجایب بود که بشارت تاجبای با گفتگی ارتیست که خلقی تاجیکستان در تئاتر و یا مادری غریبه بازی میکردن، ما خواهر ما دو کس سرود میخواندیم. عزیز مادر، عزیز خواهر گیریه، انداز گیریه نگفته سرود درباره دادر و پسر شما میخواندیم. انا این لحظه من سرودم خواندگی بودم وقتشند. باز کدام نقش های اجرا کردگی هستی در تئاتر؟ مرغ بخت. مرغ بخت من اکنون مرغ بخت باز میکنم. مدامین برآمدن من اکنون درخت خوشروی ساختگی تاگر درختنده خواب دارم. هم تو برآمده ای پتیتسا گویا میشد می زبان روسی. با زبان روسی. مرغ بخت نبوده های پتیتس شستی گفتن. خلق اجاش خست خنده. من پروسکی نگه گفتیم. سپیکتاکل ویران کردیم دو کس. این یک طرفیه. کد صحنه با میشتگی بیاده حادثه ها. برآمد یک ارتیست ما همون سپیکتاکل شاخ سرم غریب بایی تیشه شاخ آمده ایستاده است. خاموش نگفته تیش. همین لحظه ها عجایب شدگی یادم با هستم باشه. خب شما گفتید که با بهانه انمی 40 سالگی جمهوری تاجیکستان را قید کردن شما با دوشنبه کوچیدید. خب در اینجا در انسامبل لولا فعالیت خود را آغاز کردید. بله. بعد ما میدونیم که شما در فیلارمونی تاجیک هم فعالیت بردید. یعنی درباره این پهلوی فعالیتتون چی میگویید؟ در فیلارمونی دولتی هر یک حافظ مشهور رقاصه گروه داشتن. گروه جوربک من بودم، گروه ظفر نازیموف دیگر بود، خورشید علی داودوف دیگر بود. هم گروه داشتن.
ما جوربی قطعی از سال 64 تا سال 82 یک جای کار کردیم. قریب 20 سال یک جای کار کردیم. سال 82 من انسامبل کشاده خودم جدا شدم و تا اینجا آمد. راهبریتی فیلارمونیا بسیار غمخوار بود موقع. وقتی که من می آمدم می گفتم که من این آهنگ یافتم، این آهنگ با رقص در کار، این رقص با لباس در کار، ماموریت گفته گپ نبود. می گفتن که کدام باریت میستر دعوت کنیم، کدام خودجنیک اسکیزوی لباس های تیا کنن. میخائیل سابیلیویچ گفتگی باریت میستر دعوت کردن و من با رقص اسپانی یاد داد. رقص اون وقتند کوبا بسیار مشهور شده بود، رقص کوبینسک رقص یاد داد. گاله اسماعیلووا من با رقص عربی، رقص پاکستانی یاد دادم. ریپورتری من بسیار وسیع شدم گرفت. برای همین در گروه ما جوربک بود و رقص من یک خودم بودم. یک کنسرت بود تو 14 رقص میکردم. یک برآمدنم با 4 تا رقص با تیز لباس عوض کرده، سانی عربی، سانی پاکستانی، سانی هندو، سانی اسپانی، انا میخواد یک کنسرت به یک خودم رقص میکردم. یعنی انسامبل نیو فقط تنها یک رقص یک تا خودم جوربک با 2-3 تا حافظ موزیکانتا. این بود یک انسامبل ما. سلامت باشید معلم. ما آگاه شدیم که شما همچنین بنیادگذاری انسامبل رقصی فیروزه هم بودید. بله. خب این انسامبل کی تأسیس یافته بود و تو چند اندازه یعنی که موفق گردیده بود؟ سال 82 رئیس اتفاق کسبا بابا جانوف منو دعوت کردن، گفتن که گوهر جان من همه قصر ساختیم. این در دوشنبه؟ در دوشنبه. همه قصر اتفاق کسبا حاضر فیلارمونی شدگی. انا همونجا یک انسامبل ساز از عهده‌اش میبروی، چی در کار چی لازم ما مهیا میکنیم. بعد من اعلان داده دخترکای جمع کردم. دخترای جمع کردم، شب و روز کار میکردیم. یکمین دخترکای من با سپارش دادم که در شهر سمرقند یکمین سیمپوزیومی 6 مقام میشود. باید که اناموجی و انسامبل 6 مقامی گستیل رادیوقتی انسامبل فیروزه شما همکاری رفتنتان در کار. خیلی ما همه پروگرام بود کردیم، سمرقند رفتیم، در بین جهان تاجیکستان جای یکم گرفت. یکمی سیمپوزیوم یکم جای ما گرفتیم. بعد 2000 سالگی تاشکند شد. تاشکند با دعوت کردن با ما انسامبل فیروزه رفتیم. اونجا آمدیم مملکت کیپر با ما روان کردیم. اونجا آمدیم مملکت نروژ رفتیم. انسامبل فیروزه. بعد دعوت کردن گفتن که من وزارت با ما در نزد فیلارمونیا گفتن انسامبل فولکلور اتنوگرافی تشکیل کردنی. چی میشد که همین انسامبل فیروزه تا گیریو فیلارمونیا و بیاریو ما همین انسامبل خودتو ظفر ناظموف دو کس راهبر همه انسامبل تشکیل کنید. بله. خیلی باز کار کردیم. فولکلور بسیار چیزی مشکل. پروگرام های سپاریدیم. پروگرام نزد قبول کردن. همین انسامبل فولکلور قطعی رفتیم و هندوستان با. همین انسامبل قطعی رفتیم گالندیا با. انسامبل بسیار یک چیزش من خاطر بیارم، همین سرودی گریه با من چخیل ما مراسم دفن میکنیم، انا همون صحنه من نشان دادم. یعنی انهای خلقی. وقتی که من اسفره با آمده همون گسترول با انسامبل آمدیم، همین دوم کلتور رو برآمد کردیم، 3-4 تا زنک بیخوشود غلطه دیگه بود از پشت رقص ما. بعد گفتن که اینا بی هیجان بی احساسات تماشا کردن ممکن نیست.
مشغل که شما اینجا قید کردید شما رقص های خیلی زیاده به صحنه گذاشتید. هر کدام آنها نام های خودشون دارن و هر کدام آنها چون فرزندتان و شما عزیز هستند و یک باره دلتان به آنها گذاشته اید. بله. هر یکی آن یک ابراز ایفاده میکنند. آن همان ابراز ها سیماهای واقعی هم دارن. مثلا هیچ وقت یگان کس گمان نمیکرد که سرود دل مادر با رقص مانده ممکن. ما همچون رژیسور فکر کردم و از دخترها دل ساختم. میانه و مادر خودم شدم. تپش دل و پیغان مادر رو نمردم، زیستم، فرزند خوردم رو کلام کردم با فرزند سعادتم می بیاد و با کلین و دامادو یک سپکتاکل با رقص قریب سپکتاکل، مونو سپکتاکل کردیم. یعنی ابراز مادری واقعی تاجیک شما اجرا کردید در بله. رقص. عشق میشد غرق منزل من بود اگر آسان نمیگردی مشکلی من بود بزیاری موجی دریا ما به ساحل ساحلی من بود. گوهر میرجومایوا یکی از شخصیت ها هستند که به فکر من کیها بود که در ساحه تاریخ تاجیک نام خود را ثبت نمودند. با مهنت خود، با صنعت ناتکرار خود و با تربیه شاگردان خود ما از اوان خوردی نیت میکردیم که در دوشنبه باشیم و گوهر میرجومایوا اون وقتها در دوشنبه در انسامبل لاله مهنت میکردند، راهبری میکردند. نیتی از نزدیک دیدن برای ما شاگردان بود و خوشبختانه فهمیدیم که گوهر میرجومایوا کلید ایسوره، دختر ایسوره هستند. بعد کنجکاوانه سوال دادم که کی شوهرشان؟ بعد بسیار بخورسم شد یک عائله اتفاق استاد مرحوم رژیسور معلوم عبدالرحیم قدس بودیان. خیلی افتخار کردیم که کلید شهری ما هستند. بعد وقتی که در دوشنبه مهنت های آن کس را دیدم، چقدر زحمت میکشند، چقدر برای صنعت، برای رقص دلباخته هستند. میگون که در مکتبی که عشق ادیب از کودکان مشق ستم به خامه فولاد میکنند، در همون محیط شاگردان خود عشق را تشکیل کرده تانستند، عشق را پیدا کردند که از همون دخترهایی که میرفتند از اینکه سبق میآموختند بسیار شخصیت های معروف تاجیک، رقاص و رقاصه های معروف تاجیک به کمال رسیدند. گوهر میرجومایوا این کس گویا فقط برای رقص، برای صنعت به دنیا آمدند. کارکنی آن کس را نگاه نکرده به سن و سال، گویا دختر 18 ساله باشند که اینقدر قوتی که دارند ما حیران میشیم جوانا اینقدر غیرت و کوشش ندارد. برای همین من بسیار میخواستم آن شخصیت ها، آن دخترهای عزیزی که بسیار صنعت رقص را دوست میدارند، حالا هم استاد جوان هستند، از استاد سبق آموزند. آن کس یک سبک خاص خود را دارند که وقتی که آن کس رقص میکنند خیالاتتان به یک تاریخ ملت، به رقص زنان حقیقی ملت میرد که این سبک خاصه خود معلمه گوهر میرجومایوا هست. گوهر میرجومایوا نه تنها رقاصه بلکه هنرپیشه تئاتر و کینو هم هست. او در فیلم های کارگردان های شناخته تاجیک شب 1002، هیچ بودگان،
ва агар дӯст дорӣ нақшҳо бозида дар ҷодаи офариниши образҳои ҷолиб дар филмномаҳои мазкур аз худ нақши ҷовидона гузоштааст. соли 1972 коргардони филмбалети шаби 1002 латиф файзиев ӯро барои офаридани нақш даъват менамояд. филми мазкур дар асоси ашъори Саъдиву Сино, Фирдавсӣ ва Лермонтов дар таҳияи театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ рӯйнавор омадааст. Гавҳар Мирҷумаева хотираҳои нек дорад аз бардошти филми мазкур. Будут судьями нам года, не расстанемся никогда, что как звезды мы друг для друга созданы, скажет любой, ненаглядная все равно не спрятать любовь. филми дигар ҳеҷбудагон унвон дошта соли 1974 аз рӯи асари Садриддин Айнӣ рӯи кор омадааст. дар ин филмнома коргардон Тоҳир Собиров дар симои қаҳрамони мо нақши Фотимаро мебинад, ки басо ҷолибу диданист. Вы же вы хорошо знаете, отец. агар дӯст дорӣ филми таҳиягари шинохтаи тоҷик Абдураҳим Қуддусов, ки Гавҳар Мирҷумаева дар он нақши эпизодиро иҷро кардааст. ин филм соли 1982 бардошта шуда имрӯз ҳам мавқеи худро гум накардааст. Тогда пусть Сабир расскажет им об Исфаре. мо имрӯз Гавҳар Мирҷумаеваро пеш аз ҳама ҳамчун устоди рақс мешиносем, баъдан ҳамчун ҳунарпешраи театр. аммо огаҳ ҳастем, ки шумо дар филмномаҳо ҳам нақш офаридаед ва яке аз нақшҳои шумо ин нақши Фотима дар филми Ҳеҷбудагон аст, ки хеле ҳам хотирмон баромадааст. хуб, дар бораи он ки шумо чӣ гуна ба олами кино яъне синемо роҳ ёфтед? Шодравон Тоҳир Собиров, шавҳари ман ки кинорежиссёр будам, гуфтиян ки ҳамин роли Фотима ба фақат Гавҳара чихел карда даъват кунам ки вай розӣ шавад. баъд шавҳарам гуфтиян ки Гавҳара не устозаша, вақтани ман Лолаба рақс мекардам, ансамбл Лолаба. Гуфтиян ки Ғаффор Валамазода агар иҷозат диҳад, Гавҳар розӣ мешавад. баъд Тоҳир Собиров устодки гавзонон карда розигӣ ба вай гирифтанд. Тоҳир Собиров режиссёри антиқа буданд. вақте ки моя ғуломива мефурӯшанд, саҳнаи ғуломӣ мефурӯшанд, шавҳарама дигар тараф баю, ман кӯдакдор дигар тараф ба. моя ҷудо карсодиян, моя ҷудо карда мебурдаги гӯякун босмачигӯӣ мекун ҳамваё таксистои шаҳри Исфара ба. гуфтаи ки Тоҳирако доду фиғори Гавҳарба нигоҳ накунед, ҳам кашал карда бурдан гиритон. дастаманда ҳайрат ки ба ҷои кӯдаки зинда кукла буд. лӯҳтак. вай мана ҳами кашал карда амоям гирифта кашал суханое мегуфтагим аёдам биромада до ҷонам даркар сартито мегу воё амоям кашал карда бурсодия. баъде стоп гуфта накун камера истод. ман хестан ҳама ҷоям боли сангоқти кашол кардагӣ гуфта наметонистам, ҷонам дар мекард. баъд гуфтам ки Тоҳирако, гуфтам ки ту медонӣ чӣ хел ҳақиқӣ биромад, воқеӣ биромад. агар ту ҳозир мукамакак ва мекардӣ ҳечкас бовар намекард. ҳозир ҳама бовар мекунад. Я не хочу! Нет, нет! Хабиб, отпустите меня! Не смейте! Хабиб! Хабиб! خب همین البته شما رقاصی کسبی هستید. بله. نقش آفریدن در همین فیلم برایتون آسان بود یا دشوار؟ برای ما آسانش همین که من رژیسور خواندگی خودم کسبم دیپلم رژیسوری دارم. پیش از کادر به در آمدن
گفتی رژیسور و من باید که حسم کردم با از خودم باید که خودم چه خیل میشد چی کردنم در کار چه رفتار کردنم در کار که انا همین واقعه حقیقی براید انا این است کار اکتوری یعنی با طبیعت کاری کارگردانی و نقش‌آفری علاقه شما آشنا بود. بله گوهر میرجمایو توسط استعداد نادر خود صنعت رقص تاجیک را در 42 مملکت دنیا معرفی کرده در صحنه‌های بزرگ خارجه برآمد کرده است و سزاوار تحسین و آفرین‌های مخلصانش گشته است. از جمله صحنه‌های بزرگ دنیا چون کانادا، مالزیا، سنگاپور و پاکستان، اندونزیا، نپال، ویتنام، کامبوجا، هندوستان و افغانستان، ایران و فرانسه، بلژیم و ده‌های دیگر هنوز هم شاید صدای پایکوبی و نزاکت و نفاست ارغشت رفتن‌های او را در خاطر دارد. خب درباره سفرهایتان اینجا اندک نقل کردید. ما می‌دانیم که شما 42 دولت دنیا را سفر کردید و رقص ملی تاجیک را به جهانیان معرفی کردید و خاطرماندترین آنها کدام ها؟ وقتی هندوستان به من 2 بار رفتگیم یک بار سال 67 گروه استادان اتفاق سویتی که رفتم دوم بار انسامبل برده بودم عجیبش همین که یک شهر جایپور با راج کپور آمد راج گفتن که وایبا راج کپور آمدگی من یک رقاصه داشتم اوکراینکا ژانا کاپوسیانیک من گفتم ژانا تو گفتم هندو میشی فراغت گفتم تو تاجیک میشی رقص دوگانه ها همین رقصه بین 2 ساعت بعد در همون جای خودشانده لباس یافتن دادن هندوها وقتی اینا رقص کردن تاجیک و هندو دختر دایره قطعی راج کپور آمده به صنعتتان قایل شد بعد من انتقاد اپیشوانم بوسه کرد من گفتم که دخترها همتان رحمت راج کپور که باور کرد که همین هندو دختر چطور میگفتم بخیر دوستی همین توانستی نشان دادن آفرین هر ملت رو تاریخش و عنعنه‌های خیلی قدیمترینش به دنیا معرفی میکند و تاریخ ملت رو تا امروز شخصیت‌های خیلی عزیز و گرامیش به جهان معرفی میکند و اگر گوییم که در آخرهای سالهای 60 و 70 و 80 یک صنعت خیلی درخشان رو در سیمای گوهر میرجمایو و کلی تماشابینان دوستداران رقص بارها و بارها دیدند خطا نمی‌کنیم و جوانان سالهای 70 و 80 هر باری که نام گوهر میرجمایو را یا این یا آن رقص این هنرمند را می‌دیدند با یک وجد تکرار به تکرار می‌گفتند که واقعا رقص عالی است و گوهر میرجمایو شخصیتی هستند که مکتب خود را صنعت خیلی بلندی رقص کسبی خود را کشف کردند و طول زیاده از 45 یا 50 سال فعالیت ایجادی با اخلاصمندان صنعت نیاگان را مخصوص صنعت خیلی قدیمه رقص را از استادان غفار ولمتزاده و دیگر هنرمندان آموخته امروز به پایه خیلی بلندی استادی رسیدند
یک شخص خیلی و خیلی مسئولیت شناس هستند. وقتی که درباره این یا آن رقص صحبت میکنید، پیش از سبب و مضمون و مندرجی هم موسیقی و هم متن اهمیت خیلی کلام میدهند و متنی بیزیب، یعنی متنی که با آهنگ راست نمیآید یا متنی که با روی شنونده اینقدر ناجا هست یگان وقت قبول نمیکنند و در وقتی برنامه هایی که ما همراه تهیه میکنیم با همین متن اهمیت خیلی جدی میدهند و کوشش میکنند که یک خصوصیت خیلی بزرگی گوهر میجمعی که هر یک رقاصه که در زیر نظارت گوهر میجمعی کار میکند باید همون متن از خود کند و با برابری رقص کردن همون متن با ایما و اشاره و با همون صنعت رقصی نشان داده تواند و این خصوصیت خیلی خاصی گوهر میرجمعی است و خیلی شخصیت ناترس، جسور، یک رو هستند و سخن خود را زیر همون معرفتی که یا دانشی که یا چیزی که از خود کردن تکیه نموده خواهش میکنن که سخن آن کس باید جا باشد و اگر در این آن برنامه ها یا من در صنعت رقص گویید که خطا کردید بعد از چند روزها اثبات میکنن که واقعا سخن من درست است زیرا که سرچشمه دارن، زیرا که اثبات کردن دارن و فکر میکنم که چی در شهر دوشنبه، چی در شهر خوجند و چی امروزها در شهر اسفره آن کس توانستند که مکتبی الهیده رقصی گوهر میرجمعی را بنیاد کردند و ما با برابری رقص تماشا کردن آن شخصانی که میدونن میگیم که این رقص گوهر میرجمعی مانده است، حالا معرفی نکرده زیرا که اسلوب میرجمعی و تماما دیگر است و فکر میکنم که این شخصیت نقش خود با همین صنعت خیلی بلند و اسلوب های خیلی بالا در جمهوری تاجیکستان عزیز ما باقی ماندن و الها همیشه سلامت و سربلند باشند. در آزای فعالیت خود این بانوی هنر شاگردان زیادی را تربیت کرده و به عالم صنعت داده است. او با شاگردان خویش افتخار دارد که امروز آنها هم در رشد رقص تاجیک سهم گذارند. زحمت گوهر میرجمعی و در تهیه برنامه‌های فرهنگی بخشیده به جشن‌های مهم تاریخی چی در شهرهای دوشنبه، کلاب، استراوشان، خوجند و اسفره خیلی بزرگ است. او امروز در نفقه است و باید دولت پیری براند. اما همانا با امر دل و دعوت وجدان در راه آموزش شاگردان و رشد صنعت رقص تلاش می‌ورزد. سال 2011 در نزد بخش فرهنگ شهر اسفره انسامبل رقصی زمره تأسیس داده می شود که گوهر میرجمعی و از ابتدا تا به امروز در همین انسامبل کار ایجاد می کند. زیرا لحظه هستی خود را بدون رقص تصور کرده نمی تواند. خب پس از جهانگردی ها، پس از آنکه شما در اقصای عالم هنری زیبای رقص تاجیکی را معرفی کردید، امروز با تقاضای سرنوشت آمدید به ولایت سو و انیخترش به شهر باستانی اسفره. خب امروز در اینجا مثلا بیشتر به کدام کار و بار مشغول هستید؟ من به شرایط مهیا کردگی از همه مکتبا با لایقت دخترکای من جلب میکنم. حکومت شهر ما بابای ها کم باشدم معاش میتید، معاش میگیرن همچون کارگر کار میکنن، همچون کارگر استاژ رفته ایستاده از این ها یک هفته و 3 بار 3 ساعتی من کار میکنم، دکترات مشق میکنم. امروز چند نفر دخترکان هستند؟ امروز با 12 نفر 12 نفر دختر. کفایه است برای آنکه شما مثلا در زیبای رقص رو آموزانید؟ باید که انسامبل پره شدنش با کمش انده 20 نفر دختر شدنش در کار یا که 24 نفر شدنش در کار. اکنون یک چیز عجیبش همین که یکمش دخترایی که من با رقص کردن خود همینا به رحمت میگم بسیارشان
داخل شدن دانشکده ها با بسیارشون شوهر برآمدن علاقه بچه دار شدن به نام نیک به گپی نیک با سری بلند من خونده استادیان شوهر کرده خواننده من شکر میکنم که کسب من یاد گرفته نام من به داغ نآوردن. آنهایی که بخصوص این دخترکانی که میخواهند به عالم رقص بیاید باید کدام خصلت های دارا باشند؟ همچون زن مادر شما با آنها چی مصلحت ها میدید؟ از یکم روزی که من اینها انتخاب کرده میگیرم قریب که هر روز لکچه میخونم. من بهترین انسان ها بهترین اویله های نمونه میگم که شما نه فقط رقاصه، شما دختری اسفره، دختری پدر مادر، شما همین رفتار کردنتان در کار که بیرون دیدگی آدم گویا که آفرین همین دختر با رحمت پدر و مادرش با رحمت استازش با. ساعت 5 کار تمام کردم میگم که خونت کجانده تو چند دقیقه خونت میری من زنگ میزنم مادرش با کی بگه دختر آمد می؟ ها آمد ما خاطرم جا دخترها میدونن من که رفتی کوچه گردی من کارنده بودم دیر موندم این خیلی گپش نی در آمدی گوی که آیا جان تلفن کردم معلمه گوی که من آمدم خاطر منم جمع شود خاطر پدر مادرتم. بسیار وقتی من هم صحبت میشم درباره حیات اویله داری چه خیل مهمون داری چه خیل مهمون غسل کردن چه خیل همین من اینها با پدر مادرش میگوید و با منم همچون استادشون هر کدام آنها برای شما فرزند هر یک اینو فرزند. در ایام کودکی و نورسی گوهر میرجمایو به محله ما عروس شده آمده بودند و خرد و بزرگی محله آمدن آن کس را انتظاری میکشیدند و تماشا میکردیم هوس میکردیم که روزی ما هم بابای رسیم مانند همون کس شویم. با وجود آنکه مشکلی های زیاد آیدی رقص بود و بین دختران در صنعت رقص کامیاب گشتن مشکل بود گوهر میرجمایو پیوسته با کوشش و حرکت های خودشان توانستند این صنعت افتخاری ملت تاجیک را با قله های بلند فتح نمایند و روزی شد که من از هنرنمایی آن کس وقتی که به اسفره آمدن و انسامبل رقصی زمرد را آغاز کردند آغاز بخشیدند و دختران محلی را به این صنعت ناتکرار رقص ملی جلب نمودند. یک مقاله هم یک آچرک هم چاپ کرده بودند و من فکر میکنم که در صنعت رقص قله بلندترینی که گوهر میرجمایو فتح نمودند این تشکیل تأسیس همین انسامبل رقصی زمرد بود. به نهایت مشکل بود از بین دختران همین محلی که اسفره یک خصوصیت های خاص خودش عنعنه های خاص خودش را داشت به صنعت رقص جلب نمودن دختران لیکن گوهر میرجمایو با اخلاق نمونوی با درسی روزگارداری با تمام نزاکت هایی که به زن محسوب است توانستند از پدر و مادران رازگی آنها را گرفته دختران بسیاری محلی را به صنعت رقص جلب نمایند و امروز برای ما مردم شهر اسفره خصوصا زنها بسا خوشایند است که چاره‌بینی هایی که در سطح شهر و بیرون از آن میگذرد محض توسط همین استاد آماده نمودگی رقص هایشان ما به کامیابی های خیلی کلان موفق شده ایستادیم در جاده همین فرهنگ و صنعت و امروز ها معلمه مانده نیستند و پیوسته به همه مکتب ها و محله ها برای دریابی استعدادهای نوی هم نورس و هم جوانان پیوسته کوشش دارند و من باوری دارم که محض با کوشش های معلمه این انسامبل رقصی زمرد باز تکمیل می‌یابد و صنعت رقص ملی در شهر اسفره باز هم افزونتر می‌گردد. گوهر میرجمایو سال 1960 با یکی از شناخته‌ترین سیماهای سینمای تاجیک کارگردانی معروف زاده شهر اسفره عبدالرحیم قدوسوف با یک جهان مهر و محبت عائله برپا می کنند.
чун ҳамсараш низ аз аҳли санъату ҳунар буд, заҳмати Гавҳар Мирҷумаеваро ба хубӣ дарк менамуд ва кӯшиш мекард ки дар ҳама ҳолат дастгираш бошад. ҳамин муҳаббати поку беолоиш ва ҳамдигарфаҳмии онҳо буд ки ҳарду ҳам миёни аҳли ҷомеа, дӯсту пайвандон, ҳампешагону мухлисон соҳиби мақому манзалат ва обрӯву эътибори хоса гардиданд. муаллима, албатта барои зан ҳунарманд будан осон нест. зан пеш аз ҳама модар аст, зан пеш аз ҳама ҳамсар аст ва боз кадбонаи хона ҳам ҳаст. агар аз ҳаёти оилавиятон пурсон шавем, шумо худро пас аз он ки як ҷодаи пур аз дастовардҳои зиндагиро бо ҳама пасту баландҳояш тай карда омадед, имрӯз худро хушбахт ҳисоб мекунед? ман худама яке аз хушбахттарин занон, хушбахттарин. Якумаш ки падару модари шавҳарам ҷойашон ҷаннат шавад. Якта ягона писар доштанд, шавҳарам Абдураҳим. соли 60 як гурӯҳи калон аз Москав омаданд. Инҳо буданд Раҳмати Маҳмудҷон Воҳидову, Ҳошим Гадоеву, Ҳабибулла Абдуразоқову, шавҳари ману. аз байни ҳамин 20 нафар шавҳарам ба фикрам зӯр биромаданд. мана гуфтанд ки анамини мегираму халос. Раҳим Ҷалил гуфтанд ки духтарам, ҳамин бачава ту шавҳар бароягар ба бахт мешӣ. ман дуо мекунам, розӣ шавитон. падарам розӣ карданд, модарам розӣ карданд. тоям ва тамада худашон буданд. ба раҳмати шавҳарам қити манамо 56 сол умр ба сар бурдим. ҳамин меомадим гастрол ба меомадим исфараба. ман ҳавлиба вақти зиндагӣ мекардам. ва ҳамин қимана дӯст медоштанд, ҳамин қимана эрка мекарданд. саҳар вақти ҳамсояҳо Гавҳара бинем, гуфта биё чим чим. Гавҳар хо рафтааст, овозата наброр. баъд худашон духтарам мехезимӣ? ку мо шаб бевақт меомадем ку. ҳар соат 8-8:30 саҳар мехестам. як бор нагуфтанд ки ту келин шуда ҳавлима нарафтӣ, ту келин шуда авқотама напухтӣ, келин шуда ҷомӯшима накардӣ, нагуфтанд. ва ё фаҳмиданд касби ман чӣ хел, кори ман чӣ хел. душанбе меомадам, ки писарама бардоштам, чӣ ки аз дастам омад мекардам. бале, ҳамин кампири Раҳматӣ қайнони ман Ибодатхон ном доштанд. ателеи беҳтарин душанбе бурда либосо медозонданд. вақте ки гашта меомаданд, хақу ҳамсоя, ҳа Гавҳар якта дия, шумо бинед, ҳоти душанбеги барин кара мондааст. акун бачам карагишба не нагуфта пӯшидаму, гуфта бо гифта мемонданду бо либоси исфараги худам ой мепӯшиданд. шумо бисёр сафар мекардед, анами оилае мемондед, чӣ хел ки худатон гуфтед, ба сафарҳои эҷодӣ мебаромадед. шавҳаратон чӣ хел қабул мекарданд? албатта эҷодкор буданд, шояд мефаҳмиданд. ба ҳасрат мард аст. як рӯз агастрол омадам, чемодонам даромагар, ҳамаи хонамба он вақта афишон буд ку, ҳама афишо задагӣ. ман гуфтам чӣ кор кардед? о ту нестӣ, ман гап зада мешунам. ман ҳамин суратҳои тоқит ман гап мезанам. ҳайваям сёмка мерафтан ки на сёмка экспедитсия мекун вайҳо 2 маҳ 3 маҳ 4 маҳ кун. ҳаёти санъаткору ҳунарманд ана ҳамин. ё санъата мегӯӣ, ё хонаи дарата мегӯӣ. аммо манба шароит муҳайё кард. шавҳарамам, падар модарашонам, ман ҳам корама кардам, ҳам оилама нигоҳ доштам. хуб, дар идомаи анҳамин мавзӯъ муаллима, агар махфӣ набошад, шумо чиро бештар дар мадди аввал мегузоштед, оиларо ё рақсро? агар зан подшоҳ бошад, бояд ки аввал оила, бояд ки аввал шавҳар бошад.
شوهر این تاج سر زن. مرد میکرد دیگه هم زن، نامرد میکرد دیگه هم زن. من چقدر توانستم از دستم چقدر آمد شوهرم انمی برداشت گشتم. چقدر توانستم. من 2015 با چشم پوشیدم. پیش از چشم پوشیدنشون یک گپی گفتگیشون که گوهر من اینجا به تنها پتفته نبرم ایسفر نبرم من نپرتا. همین گپشون به من موندم. من همه دختر کوب شاگردان میگم که اول شوهر کردی، اول پدر مادر شوهرت، خواهر دادر شوهرت حرمت بجا میکنی، بعد شوهرت. شوهر و جدا کردن ممکن نه. تشکر. صاحب چند فرزند هستید معلومه؟ من صاحب یک تا یگانه فرزند. انا همین تربیه فرزند بیشتر که شما در سفر بودید در دوش شوهرتان بود؟ یا اینکه وقت میافتید با تربیه فرزند؟ من خودم خنده‌سازم، شما هم میخندید. سال 61 تولد پسری من 11 سپتامبر 8 سپتامبر ما گاسترول دوشنبه تمام کردیم. 9 آماده خوجنبه 11 من تولد کردم. دکرت چی بود دیگه من نفهمیدم. بچم 20 روزه بود. همگی 20 روزه. گفتن که خارجا پیاز رفتن در کار. دستی قانونم با سپاریدم و یا 17 سال سال من با سپاریدم پسرم من. سلامت باشه. شما سفرهای زیاد ایجادی کرده اید، اما میخوایم دانیم که شما به استراحت هم رفته اید، یعنی بدون کار، بدون رقص در سفرهای هنری همراه اویله به سیاحت به استراحت هم رفته اید؟ نه نرفتیم. عمرتون رو فقط گاسترول گپم دروغ شد. 2 بار فیزیشیب نیست خودم رو رفتم دم گرفتم. سلامت باشه. خب یک سوال عنعنوی، این رو بسیارتر به هنرمندان و صنعتکاران میگن، وقتی که باز دوباره از نو جوان میشوید همین کسب خودتون رو باز انتخاب میکنید؟ بله. افتخار دارید از کسب خودتون؟ خب معلم عزیز، باعث شکرانه است که شما یک پیراهه درازی زندگی را پس سر کردید. یعنی امروز شما قریب به سن مبارک 80 میرسید. بسیار هم عمر عزیز و با برکت است البته. خب در همین 80 ساله که زندگی کردید، عمر دیدید، با فکر خود شما زندگیتون تابع دلتون گذشت و از آن راهی طی کرده اتون امروز راضی و قناعتمند هستید؟ میدانید وقتی که اویلتون انده همه میفهمد شما، وقتی گرد شما بودگی آدما مهربان هستند به نظر خوشی شما به نگاه میکنن، البته من صد شکر پروردگار میکنم که همین کسبم بود است و من جهان دیدم، جهان با کی بودگی ملت تاجیک و چقدر صنعت دارد نشان داده توانستم. معلم عزیز، آخر سخن شما به همه آنهایی که شما رو دوست می‌دارند، مخلص صنعت اصیل شما هستند و آنهایی که این لحظه برنامه ما رو می‌بینند و صحبت شما رو می‌شنوند، چی گفتنی دارید؟ من میخوام که هر یک عائله به تنجی، آسایشتگی، هم فهمی، هم دیگر دوست داشتن، مهر عاقبت زیاد شود. هیچ وقت نمانند که در دلشان کمک غبار باشد و حدود باشد، همینه از دل برآوردن در کار. چقدر تبسم کنی، چقدر مهربان باشی، چقدر خیرخواه باشی، همه که تو جوان میمونی، همه که عمرت دراز میشد. برای همین هم شما جوان هم معلومه جان.
اکو اینش اشما پرسیدن در کن. این فکری ما خلاصه ما همین است. سلامت شما باشید. امروز نیز جوان هستید، سلامت زیبا باشید. هستید، تازه رو هستید و البته برای دیگران نمونه عبرت است. آباد باشید. صحبت ما را با این بانوی هنر آلیه رقص آغاز بود و انجام نه. سرحد فرصت برنامه ما اینجا بود و نمی توانستیم با او خیر خوش نماییم. اما با امید رسیدن به بهار آینده از او دعای خیر طلبیدیم و ما هم برایش تمنا کردیم. بهار بر تو مبارک ایا بهار ترین. خدا همیشه تو را یار باد و یار ترین.